زیهار پرسیدیان. زیهار برادر چندین روز زیهار میپرسند. زیهار پیشتر عرب ها نعوذ بالله طلاق عرب ها زیهار بود. میگفتند که انت علی کظهر امی، نعوذ بالله. و زنشان خطاب کرده میگفتند که اگر طلاق دادنی باشند تو برای من مانندی پشتی مادرم. یعنی خیلی که مادرم برای من حرام است، تو هم برای من حرام هستی. یعنی همین با همین لفظ زنهاشون رو طلاق میکردند. بعد شریعت آمده این عمل رو بیکار کرد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به زیهار هم حکم طلاق دادن، بعد الله تعالی حکم زیهار تغییر داد. یک سوره الهیده آمدگی است. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، سوره مجادله. در اینجا کسی اگر زیهار کند، الله تعالی برای او بعضی عملها رو واجب کرد، آن عملها رو اجرا میکند، لیکن زنش برای او حرام نمیشد. زنش باقی در نکاحش میموند. اگر یعنی که زیهار در شریعت ما طلاق حساب نمیشد، لیکن به هر حال این گناه کبیره است. این ممکن نیست این خیلی تلفظ کردن این خیلی سخنها. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. الله تعالی گفت که آنهایی که زنهاشون میگن که شما برای من مانند مادرم هستید، این با این یک گپ و مادر نمیشد. این امهاتهم الا الله ولدنهم. الله تعالی گفت که مادر آدم فقط آن آدمی که او را تولد کرده است. بنابراین مادر همسر هم مادر گفتن درست نیست. حتی بعض علما رو شنیدم که میگه عمک گفتن هم اجازت نیست یا خاله گفتن هم اجازت نیست. میگن برای اینکه عمک در شریعت یک شخصی است که مثلا برای او میراث داده میشد. او اما علمت ان عم الرجل سنو ابیه، عمک مرد مثل پدرش است. یا الخاله بمنزله الام، خاله به منزله مادر است. بنابراین این خیلی سخنها رو گفته نمیشه. این امهاتهم الا الله ولدنهم، مادر انسان فقط آن آدمی که او را تولد کرده است. این چون غیر پدرش هم انسان باید دیگر کسی پدر نگوید. و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا. الله تعالی گفت که این یک قول منکر است، گفت یک قول باطل است که به همسرش گفت که تو مانند مادرم برای زور و دروغ است. گفت والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبه. کسی زیهار کند، یعنی زنش گوید که تو برای من مانند مادرم یا خواهرم یا مانند دخترم گوید، یعنی چه خیلی که اینا برای من حرام است، تو هم برای من حرام هستی، به همین معنا اگر زیهار کند فتحریر رقبه، باید غلام آزاد کند برای کفاره این گناهش. من قبل ان یتمس، پیش از آن که به زنش نزدیک شود. یعنی بعد این گپا گفتن همان روز زندگی نمی کند، یعنی تا این شرط ها را اجرا کند، غلام آزاد کند. اگر غلام آزاد کرده نتواند، فمن لم یجد، کسی غلام آزاد کرده نتواند، در زمان ما غلام نیست، فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتمس، 2 ماه پنج در هم روزه می‌دارد پیش از آن که به زنش دست رساند. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، کسی که اگر نتواند 2 ماه پی در هم، 2 ماه پی در هم، یعنی اگر یک روز در مابینش تنفس کند باطل میشه، با از نو سر کردنش در کار. 2 ماه پی در هم روزه میدارد. اگر این هم نتواند 60 مسکین به طعام میدهد. این از کفاره زیهار. بنابراین زیهار نکنید. کسی اگر همین گپا گوید، ببینید پیش از آن که به همسرش نزدیک شود این کارها را اجرا میکند، بعد با همسرش زندگی را دوام میدهد. ببینید این قرآن برای ما دستور زندگی هست. این قرآن فقط برای قرائت برای گذشتگان و ما از معناهاش بیخبر ماندن و این چیز نیست. احکام زندگی در این است برادرای عزیز.